زخمایی که شخصیت تو را ساخته‌اند. درود بر شما. قسمت 5. آیا تا به حال از خودت پرسیده ای چرا بعضی رفتارها را بارها تکرار می کنی؟ چرا از بعضی آدمها زود دلخور می شوی؟ چرا گاهی از صمیمی شدن می ترسی؟ یا چرا همیشه احساس می کنی باید خودت را ثابت کنی؟ شاید جواب این سوال در امروز نباشد. شاید سالها پیش در جایی از گذشته چیزی در وجودت زخمی شده است. هیچ انسانی بدون زخم نیست. همه ما زخمی شده ایم، اما بعضی زخم‌ها روی پوست نیستند. آنها در ذهن و قلب ما زندگی می‌کنند. نه دیده می‌شوند، نه لمس می‌شوند. اما هر روز تصمیم‌های زندگی ما را هدایت می‌کنند. شاید روزی کسی تو را نادیده گرفته باشد. شاید حرفت را هیچ کس نشنیده باشد. شاید بارها با دیگران مقایسه شده باشی. شاید آنقدر از تو انتقاد شده که کم کم باور کرده ای هر کاری انجام بدهی کافی نیست. همان روزها چیزی در درونت شکل گرفت. زخمی که آرام آرام تبدیل شد به بخشی از شخصیت. اگر امروز از طرد شدن میترسی، شاید دلیلش این نباشد که آدمهای امروز خطرناکند. شاید فقط زخمی قدیمی دوباره بیدار شده است. اگر همیشه میخوایی همه را راضی نگه داری، شاید هنوز همان کودکی هستی که میترسی محبت دیگران را از دست بدهد. اگر از اشتباه کردن وحشت داری، شاید سالها پیش به خاطر یک اشتباه احساس شرمندگی کرده ای. اگر به هیچ کس اعتماد نمی کنی، شاید زمانی کسی اعتمادت را شکسته است. ما فکر می کنیم این رفتارها شخصیت ما هستند، اما شاید فقط واکنش‌هایی باشند که زخم‌های قدیمی به ما یاد داده‌اند. به همین دلیل 2 نفر ممکن است با یک اتفاق یکسان روبرو شوند، اما واکنش‌های کاملاً متفاوتی نشان بدهند. یکی آرام می‌ماند، دیگری از هم می‌پاشد. اتفاق یکسان است، اما زخم‌های درونشان متفاوت است. مشکل این نیست که زخمی شده‌ای. مشکل این است که سالها با آن زخم زندگی کرده‌ای بدون اینکه آن را بشناسی. کم کم زخم خودش را به جای شخصیت جا می‌زند. با خودت میگویی من همینطوری هستم، من آدم عصبی هستم، من نمیتوانم اعتماد کنم، من همیشه بدشانس هستم. اما شاید حقیقت این باشد که تو اینگونه به دنیا نیامده ای. زندگی آرام آرام این باورها را در وجودت ساخته است. و خبر خوب این است هر چیزی که ساخته شده باشد میتواند دوباره تغییر کند. زخم‌ها سرنوشت نیستند. آنها فقط داستانی هستند که سالها با خودت حمل کرده ای. اولین قدم برای درمان این نیست که فراموششان کنی. اولین قدم این است که آنها را ببینی. بپذیری که وجود دارند، بدون قضاوت، بدون سرزنش کردن خودت. وقتی زخم‌ها دیده شوند، قدرتشان کمتر می شود و وقتی آنها را درک کنی، دیگر لازم نیست تمام زندگیت را کنترل کنند. شاید سالها فکر کرده ای که شخصیت تغییر نمی کند. اما اگر شخصیت نتیجه تجربه ها و زخم ها باشد، پس می توانی آرام آرام آنها را از نو بسازی. نه با جنگیدن،
با خودت، بلکه با شناختن خودت. شاید بزرگترین شجاعت این نباشد که دنیا را تغییر بدهی. شاید بزرگترین شجاعت این باشد که با زخم‌های درونت روبرو شوی، چون درست همان جاست که آزادی واقعی آغاز می شود. و حالا یک سوال: اگر بسیاری از چیزهایی که شخصیت خودت می‌دانی فقط نتیجه زخم‌های گذشته باشد، پس خود واقعی تو پشت تمام این زخم‌ها چه کسی است؟ اگر این ویدیو باعث شد حتی برای یک لحظه نگاه تازه‌ای به خودت پیدا کنی، خوشحال می‌شوم از این ویدیو حمایت کنی. و اگر دوست داری قسمت بعدی این مجموعه را از دست ندهی، ویدیو رو لایک کن، نظرت را کامنت ها با ما شریک بساز، صفحه را دنبال کن و این ویدیو رو ذخیره کن تا بعداً دوباره به آن برگرد. در قسمت بعد با هم درباره یکی از عمیق‌ترین سؤال‌های زندگی صحبت خواهیم کرد. سؤالی که شاید نگاهت را به خودت و جهان برای همیشه تغییر بدهد. تا درود دیگر، بدرود.